عیبدار کننده دولتی از دادرس پرونده قتل بانکدار شناخته معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف برای 4 عیبدار شونده اساسی در این پرونده از جمله برای کارمند سابق مقامات حفظ حقوق دلشاد سید مرادوف یا دلشاد اسبه و قمر عزیزوف صاحبکار و امک بچه آوازخوان‌های گروه آوازدار انیس حبس عمرباد طلب کرده است. در این باره روز 12 مارس سال 2024 رادیوی آزادی با تکیه به منابع خود خبر داد یک منبع آگاه از جریان پرونده گفته است که در عموم داستانی برای 4 گمانبر حبس 1 عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. به گفته این منبع سبب برای برخی همگی چند سال زندان خواستن داستانی این بود که همه 14 عیبدار شونده به دست داشتن در کشتار معاون اول رئیس اوریون بانک متهم می شوند. برخی از متهمان تنها به همدستی یا مساعدت به این جنایت از جمله به خبر ندادن به مقامات عیبدار می شوند. منبع دوم در دادگاه اولی تاجیکستان هم تصدیق کرده است که بعد از طلب دادستانی دادرس به خانه مشورتی رفت و روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. هنوز معلوم نیست که بغیر از دلشاد کراسافچک و قمر عزیزوف باز 2 نفر دیگری که برایشان حبس ابد خواستند که هویند. دادگاه اولی تاجیکستان روز 25 دکامبر سال 2023 به محاکمه پرونده پرسر و صدای ربودن و قتل معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف آغاز کرد. این مرافعه پشت درهای بسته در داخل بازداشتگاه یا سزای رقم 1 ادامه دارد. دلشاد کراسافچک از سوی تفتیشات سرکرده گروه آدمربایان و قمر عزیزوف فرمایشگر ربودن و قتل اسمت‌اللهیف شمرده می شود. قمر عزیزوف بلافاصله بعد کشته شدن اسمت‌اللهیف در پایان ماه ایون سال 2023 دستگیر شد، ولی دلشاد کراسافچک که چند ماه در روسیه در حال فرار به سر برد در اول ماه اکتبر سال 2023 از روسیه به تاجیکستان آوردند. آدمربایان شام 23 ایون سال 2023 اسمت‌اللهیف را از نزد خانه‌اش در محله 8 مارت پایتخت به ماشین بار کرده به یک منزل از قبل اجاره گرفته در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزو بردند. اسمت‌اللهیف ساعت 3 صبح 24 ایون بعد 7 ساعت شکنجهش دیگر به این همه عذاب و عقوبت تاب نآورده جان داده است. آدمربایان جسد او را همراه ماشین به دریای زرافشان پرتافته فرار کردند. جسد اسمت‌اللهیف را بعد 50 روز جستجو روز 12 آگوست از موضع سرزم پنجکین پیدا کرده روز 3 آگوست بعد انجام تشخیص‌های دنک از جمله در تشخیصگاه مسکو در آرامگاه سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.